حیث بم فرا بخواند. این کی میکنه؟ کدام قدرت نظامی وجود داره که بتانه ما را از همون سنگ هایی که خطا میخوره نگاه بکنه؟ هیچ قدرتی نمیتونه. و میلیون ها و او هم گپش ما کاش که کم باشه، میلیون ها است. همون نظام است که الله متعال او را آراسته کرده که به اختیار ما نمیچره. پس رب العالمین میگه آسمان را برتان چی قرار داریم؟ را به عنوان سقف برتان قرار داریم که شما را از بین نمیبره، آسیب هایی که بیرون میاد. این آیت بر ما همه پیام را داد، بنان که تنها و تنها الله را عبادت بکنی. اگر واقعا در همین آیت کسی متوجه شود و کمک فکر بکنه، خود به خود بیدار می شود. دیگه مشکل است که یک انسان یکتاپرست نکرده. همین آیت کافی است برش. دوم چیزی که به عنوان تذکیر در قرآن کریم مطرح می شود و رسالت است. خود رسالت را به اشکال مختلف به معرفی می گیرد. به اشکال مختلف به معرفی می گیرد. مثلا در سوره مبارکه سبا آیه 46 می خوانیم: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذیر لكم بین یدی عذاب شدید. قل بگو ای پیامبر به این مردم که ما فقط به یک چیز شما را سفارش میدم، به یک چیز سفارش میدم: ان تقوموا مثنى، که جماعت من حیث جماعت، دانشمندا، مردمای با فهم برین گرد بیاین، با هم یک جا شوین، تحلیل بکنن رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم که در این چی بدی برای شماست و چی بدی در جامعه است. برین تحقیق بکنن. تنها نه، به عنوان اکادمی، به عنوان پوانتون، به عنوان مراکز استراتژیک برین، و فرادا به عنوان یک انسان تنها، که میگه که به عنوان یک انسان که تنها هیچ از دیگران چیزی نگیری، باز هم بشینین. ثم تتفکروا، بعد بیاندیشین، تفکر بکن. تفکر همین علمای گذشته ما رو تعبیر میکنه، میگه ترتیب امور معلومه لتحصیل امر مجهول. معلومات رو پای هم بگذاری، با واسه معلومات یک مجهول رو معلوم بکن. از خاطر دانشمندان میگه که فکر نعمت الهی است و ودیعه الهی است در وجود یک انسان که اصلا خطا نمیکند، اصلا اشتباه نمیکند. بعد ما میگیم که ما خو یکون بار فکر میکنیم و غلط میشه. ما میگیم نه، میگه تعریفت متوجه شد. ترتیب امور معلومه، پای هم گذاشتن معلومات، بعد ترتیب یا غلط میکنی، در جای 3 4 میگذاری. درسته. صحیح شد نه؟ جالب. از این خاطر نتیجه نمیده. و یا ای که خود فریب دادی که من میفهمم، نمیفهمی. اگر قضیه را بفهمی و ترتیب در نظر داشته باشی و ترتیب از پیشت گرد نشود، خامخا مجهول معلوم میشود. ثم تتفکروا، یعنی به دانشمندان میگوید ثم تتفکروا، بعد بیاندیشین، معلوماتان را منظم به هم پیوست ببخشین. نتیجه این مبرای که دین حق است، پیامبر حق است، کتابش حق است. ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنه، کسی که با شما 40 سال زندگی کرد و شما از ولادتش تا رحلتش این را نشناسید، این دیوانگی نیست، این مجنون نیست. استاد جالب است، در دنیا بسیار انسان‌های بزرگ آمدن، چی در انبیاء علیهم السلام، چی در دانشمندا، چی در پادشاه‌ها، در هر کس. ولی کسی گفته نمیتونه که مکمل سیرت و زندگی نامی از اون نوشته شده باشد جز از رسول علیه السلام. از ولادت تا رحلت مکمل، هر صغیره و کبیره زندگی کلش ثبت است. از هیچ کس نیست، از هیچ پیغمبر ثبت نیست. شما در کل انبیا و شخصیت های مطالعه بکنید، هیچ کس را پیدا نمیکنن که زندگی خانوادگیش، زندگی سیاسیش، زندگی اقتصادی، زندگی عبادتی، زندگی دعوتیش کل ثبت شده باشه. در یک پهلو ثبت میشه، دیگه پهلو فرا میشه. قدم قدم زندگی رسول علیه السلام ثبت شد. از خاطر الحمدلله ما ذخایر بسیار بلند از احادیث رسول علیه السلام داریم. سیرت مکمل پیامبر خدا داریم. قرآن سیرت پیامبر رو به ما شرح میکنه، احادیث سیرت پیامبر رو به ما شرح میکنه. خود مستقل
سیرت رسول علیه السلام نوشته شده و صحابه زندگی نامه از اون میگه. شما باور بکنن که ریش مبارکش مویای سفیدش حساب شده است. درست. تا به این اندازه دقت. هر قدمی که بر می داشت صحابه او را ثبت میکنن. حضرت سعد بن ابی وقاص میفرمایند که ما سیرت پیامبر را چنان حفظ کرده بودیم به اولادای ما نشان میداد مثل قرآن کریم برشان نشان میداد. به همین شکل. پس این کمال و این شمول جز از رسول علیه السلام از کس دیگری نیست. درست. ما به صاحبکم من جنه، به این کسی که در پهلوی شما زندگی نامه از او در اختیارتان است، این دیوانه نیست، یه انسان عادی نیست. در پهلوی از او میبینی که این زندگی نامه به شکل ساده و سلیسی است زندگی پیامبر که هر انسان واردش پیام شود او را درک میکند. احادیث رسول علیه السلام چیزی که از زبان مبارکش بیرون شده هیچ کس نمیشه که محروم مفاهیم از او شود. دانشمند بسیار بلند مقام از یک چیزی را میگیره و نفر عادی چوپان و دهقان از او پیامش را میگیره. عجیب است. بناهن وقتی قرآنی را بر ما میگه که ان هو الا نذیر لکم، نیست پیامبر مگر که شما را بترساند، ترساننده است برای شما از اینکه قدم غلط بگذارین، در حالی که اگر قبولش نکنین پیش رویش عذاب بسیار شدید است. نابود میشن، شخصیتتان و جایگاهتان از بین میره. سوم چیزی که در تذکیر در این بخش از معارف قرآن مطرح می شود و اون مسئله معاد است، زنده شدن بعد از مرگ. این قضیه چنان مهم است که ببینین که اگر بحث بعد الموت نباشه و معاد نباشه، پس او بیچاره‌ای که مظلوم واقع شده، لط خورده، حقوقش را انسان ستمگر و ظالم گرفته است، او انسانی که ظلم کرده در حقیقت ظالم خوب است دیگه. ظلم کرد، زندگی خود جور کرد، رشوت خورد، دزدی کرد، قتل کرد، خوب خورد، خوب نوشید و خوب زندگی کرد. او بیچاره دیگه خود باشه. یعنی ما را که امی امید بر انسان به زندگیش میده در حقیقت معاد است. باز میگم اونجا خود تنها حشر میشه، در صغیره و کبیره پرسیده میشه. و حتی جالب است که در حدیث میگه در سر پل صراط یک نفر استاد میگه ما وقتی که حدث زدم تو چرا بر ما یرحمک الله نگفتی؟ سبحانش میره فکر کنه دمی هم میگیره. ما حدث زدم الحمدلله گفتم، تو کجا بودی؟ شنید چرا بی تفاوت بودی؟ سلام برد کردم چرا علیک نگفتی؟ درست. سبحان الله که دی تو را پرسان میکنه وقتی که پولش گرفته باشی، وقتی که بیابرویش کرده باشی، وقتی که بیعزتش کرده باشی، وقتی که جانش گرفته باشی، وقتی که تجاوز سرش کرده باشی، تو پرسیده نمیشی. از این خاطر مسئله معاد از بزرگترین قضایایی است که بر ما در قرآن کریم به عنوان یک وسیله یادآوری و به عنوان وسیله بیداری و تذکیر مطرح می شود. با اشکال مختلف مطرحش میکنه. با اشکال مختلف یعنی شما یگان دفعه میتونید که در یک آیه ام توحید پیدا کنین، ام رسالت پیدا کنین، ام معاد پیدا کنین. سبحان الله. هر سه شبرد یک بار میده. روی اساس است که قرآن کریم بر ما ایره میگه که وقتی که معاد یعنی به عودت روح به جسم وارد جسمن زنده میشه با این قواره که داد. رسول علیه السلام میگه یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا، انسان لج، پالج و ناسنت شده حشر میشه. اما تو ولی دیگه جواب بده. روی این اساس است که ما وقتی که میگیم که مسئله روح یعنی بار دوم اعاده روح در جسد و تقدیم از او برای محکمه و برای جواب گفتن و نتیجه سرش یا دوزخ یا جنت. همین است. روی اساس واضح است که ایمان به معاد بسیار مهم است
که در قرآن کریم برای ما و شما را مطرح میکنه. در سوره مؤمنون 115 میخوانیم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ناممکن است. افحسبتم انما خلقناكم عبثا، شما را بیهوده و بی هدف و پوچ آفریدیم، زنده شدی و خوردی و نوشیدی و ظلم کردی، تعدی کردی، پس در مقابل جواب نمیگیری. و دیگه ای که بیچاره عبادت کرد، شب خیزی کرد و روزه گرفت و هیچ پاداش نمیگیره. هر دویتان یکسان هستین؟ نه ابدا. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك. و ذاتی که پادشاه حقیقی است و مالک حقیقی است بلند مرتبه است از اینکه کار بیهوده بکنه، کار پوچ را بکنه. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. اصلا توجه به این. سوره مبارکه روم میخوانه و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده. الله آن ذات عظیم است که این آفرینش را پیدا کرده است، آغاز کرده است. ثم یعیده، سپس که قیامت میاد حشر نشد بار دوم میگه عادیش میکنه. و هو اهون علیه، و این دوم دفعه آفرینش بسیار برش آسان است. یعنی یک کسی که ولله المثل الاعلی به خاطر ذهن ما میگه الله، وأن اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. بله. ما که یک چیزی که بلد نباشیم نو که جورش میکنیم، دستام یکان دفعه میلرزه و یکان دفعه خراب میکنیم، پس جور میکنیم تا که به اون میرسیم. وقتی که یک بار فهمیدی کلی چیز اوسو که بردم چه آسان جورش میکنیم. بله. الله هم میره میگه که شما ایرا متوجه بوده باشین که هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى. بخاطر که ما تشبیه را گم بکنیم، وله المثل الاعلى، مر الله را اما مثال بسیار بلند مرتبه گوش کن، در اینجا قیاسش با انسان نکن. و هو وقتی که مثل اعلا شد فی السماوات والارض، در زمین و در آسمان که مثال الله متعال بلندتر است. و هو العزیز الحکیم، اون غالب و با حکمت است. درست. بعد یک تعبیر بسیار جالب دیگه میکنه در سوره مبارکه حج آیه 5. و ترى الارض حامدة، تو خودی دیگه زمین مرده بود. حامدة فاذا انزلنا عليها الماء، وقتی که ما آب را سرش نازل کرد اهتزت، یک بار به حرکت در و ربت، از بیخ پک شد. و انبتت من کل زوج بهیج، از هر نوع گلهای خوشمنظری را بیرون کشید. و انبتت من کل زوج بهیج ذالک، میگه اینی هر بهار ذالک بان الله هو الحق، این دلیل است که الله حق است. و انه یحیی الموتى، که الله مردگان را زنده میکنه. و انه علی کل شیء قدیر، و که الله بر هر چیز توانا هست. این پیام است که خداوند متعال برای ما و شما میدهد. و در سوره چی میخوانیم که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره.
بنان آیت های بی نهایت متعددی ما داریم که الله متعال ذات عظیمی است و انسان را در مقابل اعمالش میپرسد. از این خاطر پیامبر را برش فرستاد، از این خاطر تذکر به هر شکل برش میدهد، به هر شکل برش میرسد. استاد پنجم قضیه که در تذکر، در تذکیر مطرح می شود، ببخشید چهارم قضیه که مطرح میکنه تذکیر به آلاء الله است، تذکیر به نعمتهای الهی است. این چهارم قضیه است که قرآن کریم را برای ما شما بازگو میکنه. در سوره مبارکه لقمان آیه 20 میخوانیم الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اصبح عليكم نعمه ظاهرة و باطنه و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. آیا ندیدی؟ الم تروا، آیا ندیدی اینو انسانا؟ ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، آنچه که در آسمان هاست و آنچه که در زمین است کلش در خدمت تو قرار است، کلش در خدمت تو است. و اصبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه، نعمت های خود را گسترانید بر بالای شما. چی ظاهر و چی باطن؟ ظاهرش خونم به اندازه است که آدم حساب نمیتونه بکنه. گل های زیبا، خوردنی های زیبا، هر چیزی که شما فکر میکنید این نعمت های الهی است. و از نظر باطنی هم همین توحید، همین رسالت، همین قرآن، همین معنویت، کلش نعمت هایی است که خداوند متعال برای ما شما ارزانی کرده است. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، با وصف از این کل دلایل را یک انسان نادیده میگیره، در شأن خداوند متعال چی میکنه؟ میگه مجادله میکنه. مثلا مجادله گوناگون، یک تعداد میگه الله هیچ نیست، منکر میشه، ملحد. یک تعداد الله را قبول میکنه، میگه الله خواه است، خو فلانه هم است. شرک. ایران آدم بوده. یک وقت آدم خندیش میگیره که خدایا این شرک بسیار جالب است. ما در چی رفتم در یک مملکت بوتان، در اونجا دیگه کلش مشرکین هستند، بود پرست هستند. یک بت بسیار کلانی بود، یعنی از گل جور کرده بودن، بزرگ رنگامیزی کرده بودن، دکرده از او میچرخیدن. مثلا یک سیستمی را جور کرده بود که پیشاب مثل که از او بیاید، بازو را میخوردن. تا حیران حساب میگه حالا این چی میکنی؟ کجاست عقلشان؟ از این خاطر وقتی که انسان میبینه که و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، هیچ اساس علمی ندارد شرک، هیچ اساس علمی ندارد، ولی اونم مقرر میکنه. یک تعداد بت جور کردن با خدا، یک تعداد ملائکه را با خدا شریک کردن، یک تعداد انبیا و اولیاء را با خدا شریک کردن، یک تعداد چوب شریک کردن، یک تعداد افته شریک کردن، یک تعداد مهتاب شریک کردن. پس یک تعداد عجیب و غریب حساب است. این کلش وقتی که از این انسانای بدبخت بشینی که دلیل برای چی است؟ یک نفر برای ما ثابت بکنه که یک کسی بوده که اینمی انگوره فلانه کس آفرید، اینمی تاری مویی که در ریشت است اینمی را فلانه آفرید. خب ای را نیافریده، ای را نیافریده، ای را نیافریده. خب وقتی که از این چی آده؟ این دیگه که تو خداش میگی و که شرکت با خدا قرارش میدی، این از کجا آمد؟ تازه بحث و جدال هم میکنن در این مورد. از این خاطر قرآن میگه که و من الناس من یجادل فی الله، ای فی حق الله، در حق خدا کت مجادله میکنه. خدا کنه فلان نکنه، باز به او بده، باز به او بده، یعنی چی کار میکنه؟ بغیر علم ولا هدى، بدون راهنمایی. یعنی هدى ایتو میگه که یعنی یک کسی از دانشمندای ورقه نآورده. درست. برو یک دانشمندی را گفته باشد، زیرا کل انسانی که دانشمند شد او توحید میپذیرد. از این خاطر ما دانشمندا داریم که توحید خود قبول میکنه، در رسالت جنجال داره. مثلا وقتی که میرین در افلاطون میگه که کی در خدا شک داشته باشه؟ الله ذاتی است که هر انسان عاقل باز خصوصا دانشمند رو شک بکنه.
خب چون ما دانش دارم به هیچ ضرورت ندارم، به شریعت ضرورت ندارم، خودم کار خودم میکنم. درست. یعنی به اون رقم تعبیر میکنم. خود در توحید شک نمیکنم. توحید زیرا توحید که آمد، علم که آمد، توحید طبیعتا امرایش است. علم منافی توحید شده نمیتواند. هر قدر که انسان جاهل شد به همون اندازه از علم جاهل است. هر قدر که انسان مشرک شد به همون اندازه از علم جاهل است. از این خاطر خداوند متعال برای ما شما به عنوان یک نعمت میگوید که در سوره مبارکه بقره 172 یا ایها الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. ای انسان هایی که شما ایمان آوردین، کولوا من طیبات، از چیزهای پاکیزه بخورید. کولوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله، سپاس خدا را ادا بکن در مقابل از این نعمتی که خداوند متعال برتان داده. ان کنتم ایاه تعبدون. ولی با مسلمان چی گفت؟ میگه نعمت را کی داد؟ الله. احسان را کی امرایت کرد؟ الله. پس سپاس هم از کی بگو؟ از الله. این کنتم ایاه تعبدون، اگر تنها الله را عبادت میکنین همین کافی است برات. این برای شما کافی است. سوره های قرآن کریم یگان بار استاد بحث های کلی داره. یعنی وقتی که ما وارد سوره های قرآن کریم شیم با سوره باز یک مدعا میدیم. درست. که در حول از او باز کلی سوره میچرخه. یک سوره در قرآن کریم داریم بسیار تلاوت زیباست و انسان را واقعا متوجه میکنه به نعمت های خداوند متعال که سوره رحمان میگه. میخوانی باز برات میگه ببین که در برابر از این نعمت چرا سپاس نمیگی. فبأي آلاء ربكما تكذبون فبأي آلاء ربكما تكذبون. بیش از 30 مرتبه را ذکر میکنه و یکی پی دیگر نعمت ذکر میکنه بازی را پیش رویت میاره، نعمت ذکر میکنه بازی را پیش رویت میاره. پس تذکیر به آلاء الله یکی از معارف قرآن کریم است و قرآن کریم در رابطه به این قضیه بسیار زیاد بحث تفصیلی را بر ما میده. و در کل یعنی بحث دیگری یعنی چهارم که بر ما قرآن کریم در پنجم میده در رابطه به مسئله تذکیر، او تذکیر به صحت قرآن کریم است. درست. قرآن را که تلاوت میکنی توحید آمد، رسالت آمد، تذکیر به آلاء الله آمد به اشکال مختلفش. مستقل برات میگه که ببین که قرآن کریم کتابی نیست که تو از او سرسری تیر شد. درست. به اشکال مختلف سر قرآن کریم بحث دارد. در سوره مبارکه طور آیه 34 میخوانیم فلیأتوا بحدیث مثله فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین. با قرآن ستیزه جویی میکنن، با قرآن سر خودم میجنگونن. اگر تو یک کتاب عادی باشد خیمانه نشه بیارن دیگه. ان کانوا صادقین. در سوره قصص آیه 49 میخوانیم قل فأتوا بکتاب من عند الله. وقتی که شما هم ادعای از ایران میکنین که ما خدا را دوست داریم و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، علی یکتان خود نزدیک شده باشین دیگه. 360 بت خود جایی بدر کردیم، در هر جا خود یک بت خود مانده. علی دی مقه هزاران نفر یک نفر حتما رسیده باشه نه؟ به همون خدایی که در بین ما و در بین شما مشترک است. بله. با مخ یکتان رسیده باشه. از این خاطر قل فأتوا بکتاب من عند الله هو اهدی منهما، که او سزاوارتر رو از نظر هدایت بوده باشه. اتبعوه، تا ما او را پیروی بکنم. سبحان الله، ما او را پیروی میکنم. هم تو یک کتاب یاره این کنتم صادقین. اگر راست گفت میگم خلاص یه قرآن را در جایش میگذاریم، بریم کتاب دیگر از الله بیاریم. طبیعیست که اینا یکی به خدا نرسیده، اینا به بتشان رسیده و بتان قبول نمیکنن. خب مشرک که است وقتی که عظمت الله را قبول نمیکنه باور بکنه که بتا را قبول کنه. اینا خودشان منکر بت هم هستن. از این خاطر شما برین در زیارت ها که مفتخورا ششته در ظاهر
ادب رعایت میکنه، حرمت رعایت میکنه، که تنها شاه واضح بی ادب در مقابل هم مسیرات که همیا هستن هیچ کس نیست. بی نهایت بی ادب هستن. زیرا چرا در وزارت برای چی میشینه؟ خاطر که چند نفر بگیره. تو میگه اونجا به خاطر از اینکه او را دوست داره اونجا شو. الله اگه یک روز بشین از این خاطر این اتفاق در بین کل مسلمان است که پاک کردن مسجد زیاد ثواب داره یا پاک کردن زیارت؟ مسجد ای برش بگو که مسجد پاک میکنه. والله اگه پاک کنه یا برش بگو که در این مسجد خادم شو، چقدر زیبا خادم که خانه خدا را پاک بگو. والله اگه پاک کنه، چون در اونجا پیسه نیست. پس میرن در کجا؟ او را فریب بده، او را فریب بده، او را تاویز میده، او را دم میکنه. بازار خودشان گرم. او بیچاره که در اونجا وفات کرده، والله اگه خبر باشه که سر ما چی چقدر کرامات بتراشن برای زیارت، چقدر تجارت میکنن سر ما، چقدر ساتری خدا میکنن. از این خاطر قرآن کریم این قضایا را بسیار زیبا مطرح میکنه که قرآن کریم کتاب بسیار زیبایی است. اگر شما از به خدا رسیده باشین یکیتان، اما تو یک کتاب بیارین نه پیروی از او را میکنین کنتم صادقین که شما راست است، یکی پیدا نمیشه. بعد از او که این قضیه خلاص می شود، قرآن کریم یک تحدی سگانه میده برای کل بشریت، برای کل منکرین. اول تحدی را در سوره مبارکه اسراء آیه 88 میخوانیم. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. و در قرآن کریم استاد وقتی که ما هر جای همین کلمه قل را یافتیم بفهمین که پشت سر بسیار مهم است، بسیار مهم است و او را به عنوان یک تحدی، به عنوان یک درس بسیار مهم، به عنوان اعلام یک قضیه بسیار مهم عقیدوی او را مطرح میکنه. قل بگو ای پیغمبر به این مردمی که در رابطه با قرآن ستیزه جویی میکنن، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر انس و جن با هم یک جا شوند، مسلمان و کافرش، نه که تنها کافر، مسلمان و کافرش یک جا شود، کل مردم یک جا شود، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، این که بیارن با مانند از قرآن کتابی را با این عظمتش، با این اعجازش، با این زیباییش، لا یأتون بمثلی، آدم نمیتونن با مانند قرآن ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگرچه بعضشان بعض دیگر را کمک بکنن. پادشاه یعنی حکومت در خدمت باشه، پادشاه در خدمت باشه، انس در خدمت باشه، جن در خدمت باشه، کلگی دست یک طرفه کنند، به مانند از قرآن آورده نمیتوند. این تحدی داد، خب می آورد دیگه، در 1400 سال تیر شده، کدام کسی آورده؟ نتانست. وقتی که دیجا نتانست تنزیل میکنه، پایین میاد. قرآن کریم در سوره مبارکه هود بعد از تحدی دوم میده، ام یقولون افترا، این میگن که قرآن پیامبر خودش جور کرده، این از فلانه بت پرستا گرفته، این از فلانه یهودا گرفته، یا این از مسیحی ها گرفته، این شعر است و همونطور که جور کرده میره. درست. ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر صور مثله مفتریات، بگو برشان که 10 سوره را مانند جور شده قرآن بیارین. یکی را که کل قرآن که نتونستیم بیاریم 10 تا بیاریم، 10 دانه را خود بیارین. ودعوا من استطعتم من دون الله، هر کسی که غیر از خدا از سوره شامل از گروپتان بکنه، امرایتان همکاری بکنین کنتم صادقین، اگر راستگو هست. اینجا چی می شود؟ گم می شود. بعد از تحدی دیگه برش میده با یک سوره، او هم سوره بسیار خرد، انا اعطیناک الکوثر، یک سوره که 3 آیت داره. قل هو الله احد، یعنی کوچکترین سوره بیارین. زیبا تعبیر میکند و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرین. هرگز نمیتونیم. حالی فکر بکنین که این اعطیناک الکوثر خردترین سوره شد، بیارین همون یک سوره را.
که در اینجا یک تعبیر هشدار میگه، هر ما برای تو خیر کسی را دادیم و دشمن تو از بین بی برکت و بی خیر است. درست. همین دو مفهوم را داد. این را خب بگذار که در سوره عصر ببریم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. در این سوره که داخلش بکنیم بیخی عجیب است. بعضی از علما میگن اگر تنها همین سوره نازل میشد کافی بود. بله کاملا. از این خاطر است استاد که قرآن کریم این مفاهیم را برای ما داد تا به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک شخصی که بتانیم عظمت قرآن را دریابیم، یک زندگی خوبی را داشته باشیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. یک میان برنامه کوتاه میبینیم با شما بینندگان عزیز گرامی. دوباره در خدمت جناب حضرت مولانا عبدالسلام عابد خواهیم بود با موضوع معارف قرآن و قضیه تذکیر یا پند دادن در قرآن کریم. با ما همراه باشید. منم قرآن، منم راه سعادت، منم آن راهنمای راه عزت، منم آن گل بهار آشنایی، ز من تابند عرش کبریایی. منم درمان درد بینوایان، وجودم هر جفا را گشت پایان. منم خورشید تابان هدایت، منم مهتاب دل در لیل ظلمت، منم مهتاب دل در لیل ظلمت. منم آرامش هر جان خسته، منم رمز و کلید کار بسته، منم منجی ز آتش‌های سوزان، درون قبر تو هستم فروزان، درون قبر تو هستم فروزان. کلام من کلام ذوالجلال است، بنوش آبم که آب من زلال است. منم قرآن بهار آشنایی، نهفته دارم از سر خدایی. منم شافی، منم شاکی، منم نور، منم شافی، منم شاکی، منم نور. منم قدرت، منم عزت، منم شور، منم قدرت، منم عزت، منم شور. منم قرآن، منم برهان روشن، منم قرآن، منم برهان روشن. منم سلطان، منم بستان و گلشن، منم سلطان، منم بستان و گلشن. منم قرآن، منم راه سعادت، منم قرآن، منم راه سعادت. منم آن راهنمای راه عزت، منم آن گل بهار آشنایی، ز من تابند عرش کبریایی. منم درمان درد بینوایان، وجودم هر جفا را گشت پایان. منم خورشید تابان هدایت، منم مهتاب دل در لیل ظلمت، منم مهتاب دل در لیل ظلمت.
منم آرامش هر جان خسته، منم رمز و کلید کار بسته، منم منجی ز آتش‌های سوزان، درون قبر تو هستم فروزان، درون قبر تو هستم فروزان. کلام من کلام ذوالجلال است، بنوش آبم که آب من زلال است. منم قرآن بهار آشنایی، نهفته دارم از سر خدایی. منم شافی منم شاکی منم نور، منم شافی منم شاکی منم نور. منم قدرت منم عزت منم شور، منم قدرت منم عزت منم شور. منم قرآن منم برهان روشن، منم قرآن منم برهان روشن. منم سلطان منم بستان و گلشن، منم سلطان منم بستان و گلشن. منم قرآن منم راه سعادت، منم قرآن منم راه سعادت. منم آن راهنمای راه عزت، منم آن گل بهار آشنایی. ز من تابند عرش کبریایی، ز من تابند عرش کبریایی. بینندگان عزیز گرامی، سلامی مجدد خدمت همه شما عزیزان. با جناب مولانا عبدالسلام عابد هستیم و موضوع برنامه امروز ما تذکیر در قرآن کریم. جناب استاد در خدمت شما هستیم. تشکر استاد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ما با این تذکیر که وقتی آمدیم یک پهلو به ما داد که این تذکیر در حقیقت برای تفکیر است. درست. بیاندیشیم، فکر کنیم. و فکر را تعریف کردیم که به هم گذاشتن معلومات است که با واسطه معلوم مجهول را معلوم بکنیم. درست. در قرآن کریم برای ما شما 3 منبع میدن برای خوب اندیشیدن، برای خوب فکر کردن. درست. یک منبع را کل کائنات را به عنوان آسمان ها و زمین را به عنوان یک اصل مطرح میکنه. مثلا میفرمایند قل انظروا ماذا فی السماوات والارض. یک بار در آسمان و زمین خوب بیاندیش. درست. هر کدامش دلیل بری است که بگوید لا اله الا الله. هر کدام، هر بخش که سعی بکن. درست. در آسمان ها سعی بکن یک بار ببینی که این هفته و چی است. این روشنیش از کجا کرد؟ این انرژی بسیار قوی را از کجا کرد؟ چطور این انرژی خلاص نمی شود؟ از کجا تمویل می شود؟ و چگونه جور می شود؟ سبحان الله. وقتی که داری بیاندیشد خود به خود یک انسان باید ایمان بیارد. بله. خود امی محوری که یافته شده و در گردش سیارات دیگری چکر می منظومه شمسی. یه عجیب نیست؟ خود زمین ما 3م سیاره است. اگر 2م هم میشد ما زندگی کردن نمیتونستیم، اگر 4م هم میشد زندگی کردن نمیتونستیم. زیر دریا که بسیار گرم می بودیم، دریا که منجمد میشد. هیچی عجیب نیست. این سیاره ما آب دارد، دیگه سیارات آب ندارد. چگونه در اینجا آب پیدا شده و جالب نیست؟ بعد اما هر چیزی که در می اطراف است میتونیم به عنوان یک وسیله تفکیر بیاندیشیم. یک گل را بگی بررسی بکن و در او توجه بکن، میبینی که چیز زیبا پای هم گذاشته شده، به یک ترتیب عجیب غریبی، به یک نظم عجیب غریبی. درست. بعد رنگ‌آمیزیش ببینی چی عجیب رنگ‌آمیزی شده.
بعد از رنگامیزیش مقبولی که ارائه میکنه ایش جالب است. بعد عطری که برات میدهد ایش باز جالب است. یعنی این کلش نادیده فکر میکنیم. یک بار متوجه شوین بر یک میوه هم تو بگیرین، بی رنگش، مزهش، آبش، کلش چی. این ریشه ای که چگونه آب را میگیرد و چگونه در این مابین سیستم میره. درست. یعنی کلش دلایل است. از خود قرآن میگه قل انظروا ماذا فی السماوات والارض. در آسمان و زمین چی است؟ یک بار اما تو عادی سرش تیر نشو. شبت که میام متوجه شو، روز که میام متوجه شو، چاشت که میام متوجه شو. این کل شوقاتی است که تو یک بار فکر کن. و این منبع شد برای چی؟ برای اندیشه، برای تفکیر. وقتی که خوب فکر بکنی یک بخشش نه یک بخشش تو را وادار میکنه و اذعان برات میدهد که نیست معبودی بر حق جز الله و این نظام برای اون میچرخه. درست. دوم چیز که برات میده وجود خودت است. و فی انفسهم افلا یبصرون. در وجود خودشان دلایل قاطعی است و نمیبینن. یک وقت خرد بودیم، یعنی از نطفه که حساب بکنیم چی تغییراتی در مابین شکم مادر پیدا میشه. تاریکی در تاریکی با اون زیبایی انسان در اونجا جور میشه. وقتی که میایی به دنیا هیچ چیز نمیفهمی، هیچ چیز نمیفهمی. آیستا آیستا کلان شده میری، آیستا آیستا تجربه را میگیری، علم میگیری، توانایی میشی، آیستا آیستا غنی میشی از اینکه کس دیگه دست تو را بگیره، مسئول میشی، یک کل شنایده میگیری. بعد میبینی که وقتی جوانی آیستا آیستا ختم میشه، ریش سفید میشه. یک وقت اصلا قبول نمیکردی که من مانده میشم، باز میبینی مانده میشی. یک وقت قبول نمیکردی که هر وقت سر بگذاری خوابت میبره. یک وقت اکسنی میرسی که خواب در کجا شد. قبول نمیکردی. یک وقت خواب میکردی اوه مگرم به هفته تو بلند شد. ولی اکنون چرا این رقم هستی که عمرت بالا رفته می شور کسی بخوره و چت بیدار میشه. یعنی کلش دلایلی است که در درون خود باید بیاندیشی و این در حقیقت یک زنگ است که برای تو میره که از این دنیا میری و متوجه بوده باش. غافل نشو، دقیق شو. هر قدر اگر خدا جوان بتراشیم او دلیل شده نمیتونه. بس در حقیقت دیگه طرف میرود. ناامید نکنین جناب استاد. نه ناامید نمیکنم بلکه امید میدم. زیرا زندگی ما اونجاست. بله. هر قدر که زود بریم جای خوبی رو انشاءالله میگیریم. این چی را گفته بود حضرت عمر رضی الله وقتی که بحث وفات و پرسان چیزا شد باید گفت که یا رسول همین عقل ما در جای خودش هست. گفت بله. گفت در قصهش نیست پرسان کن. دیگه نکرین پرسان کنه چی مشکل داره؟ درست. والله اگر ایمان عمل باشه هموز که الحمدلله الذي اخرجني من هذه السجن فزت ورب الكعبه. باز اون گپ هست. ایمان که ضعیف شد میترسیم چرا اعمال ما دوستی است دیگه. دوستی رو که ما باز میبینیم که چقدر اهل الله و اهل ایمان هیچ وقت از مرگ نمیترسن، بلکه نه مرگ را از یک مرحله رفتن و مرحله بسیار زیبا و امن و عزت و شگوفایی خود میبینن. بنان و فی انفسهم افلا یبصرون. درست. ما دلایل قاطع را برای شناخت خود در درون خود انسان گذاشتیم و او را می‌بیند و همیشه متوجه است. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما دلایل قاطع را در افق بیرون از وجودشان گذاشتیم که متوجه شد برشان ثابت میکنیم درست. و در درون خودشان تا که واضح برشان شد انه الحق. انه این قرآن حق است و مفاهیمش حق است. این پیامبر حق است و این الله حق است. واضح برشان انه الحق. سوم چیزی که به عنوان منبع تفکیر بر ما مطرح میکنه که انشاءالله روز شنبه سرش بحث خواهد داشتیم اون تاریخ است. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلکم. در زمین برو و آنانی که پیش از شما تیر شدن
نتیجهشون چی شد، چی گرفتن از این دنیا و چی کاری کردن، چی گلهای را شکفاندن. اونا را یک بار متوجه شد. این 3 منبع است که قرآن به عنوان منابع تفکر به ما میده. الله متعال ما شما را توفیق عنایت بکنه آمین. که از این 3 منبع به شکل زیبایش و درستش استفاده بکنیم، ایمان خود را تقویت ببخشیم و آمادگی بگیریم برای روزی که لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. السلام علیکم. جزاکم الله خیر. بارک الله فیکم. امروز خیر اگه سوالا داشته باشم. بله. موضوع برنامه را کمی مختصر کردن جناب مولانا. دوستان عزیز اگر سوالی دارن در رابطه با موضوع برنامه یا که موضوعات دیگر میتوانن که مطرح بکنن. در خدمت شما هستیم دوستان عزیز. در موضوع بفرمایید. تشکر. برادر احمد باکم بالا میان بعد از برادر تاویش، بعد از برادر محمد قابلی به اساس نوبت که ایشان اول استفاده بالا کرده من ایخوانش بفرمایید برادر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید که استاد محترم علیکم السلام. خوشبخت باشن. استاد محترم اگر سوال من در رابطه با برنامه نیست ولی خیلی که ذهن ما را مغشوش ساخته. این سوال من است که عده‌ای از جوانان به نام قرآن و سنت مثال تکفیر میکنه و همچنان امی مولانا جلال الدین محمد بلخی را هم تکفیر میکنن، میگن که از دین بیرون است. و دوم سوال می بود استاد محترم که در مورد تزکیه یک کم معلومات بتین که چطور میتونی که مثلا گپ امی تزکیه و همیشه استرسی پیدا کنی. امید که امیر جواب بتین. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سوال بعدی رو هم بگیریم یا که جواب میتونیم؟ خوب است. برادر بعدی هم اگر که سوالشون رو مطرح بکنن من یادداشت کردم اینجا انشالله یک بار دیگه. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیرا. یکی از سوال من است که یکی از عوامل ای که مسلمان ها به این حال افتیدن شاید ناشکری باشه. الله سبحانه و تعالی میگه ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم این عذابی لشدید. چگونه میتونیم یک بنده شکرگزار به معنای واقعی باشیم؟ جزاکم الله خیرا. بارک الله فیک. تشکر. تابش برادر عزیز. محمد کابلی برادر بفرمایید. کابلی برادر عزیز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. البته سوال ما بیخی از موضوع دور است. دیگه بازم در دلم میگشت گفته باش که استاد پرسان بکنم. ما یک 6 سال پیش کابل آمده بودم. از استاد رفتیم یک نان خوردیم در یکی از رستوران ها. گفته باش اگه یادش مانده یا نمانده. بس. تشکر. خدا خیرتون. لطف کنم. ممنون. یک برادر دیگه که همین بسیار سابق دست بالا کرده بودن امور بالا میرم. بسیار با استاد ببخشید من میره کم میخوایم زیادتر گپ بزنم. یک 30 ثانیه دیگه بعد نماز مغرب و گفتن ما استاد شدیم در مسجدشان. بعد از او باز یکی از علما از هرات ملاقات داشتن با استاد. باز بعد از او رفتیم دوباره وانتون سلام موجه کم نان یاد گرفتیم. گفتیم باشه اگه استاد یادشان مانده باشه و بس. اینم از محبت با استاد گفتم. تشکر. لطف کنین. خدا خیرتون. بله یادم اومد. الله شما را حفظ بکنه و جزاکم الله خیرا. برادر بعدی دوستان کسی دیگری هست برای سوال؟ سید نظیم برادر دست بلند کردم. اگر میتونن برا به من باید وگر نه باز برادر تابشون بخیرم. سید وزین برا بار هست. کابشون بخیر نمیتونن برا بید و برادر برا بید. بله
علیکم السلام. سلامت باشید. این رستگار در این دنیا و در آخرت هست یا فقط در منظورش آخرت هست؟ اگر در این دنیا و در اون دنیا هر دنیا هست، چرا امروز مسلمانان در تگنا قرار گرفتن؟ هر طرف برای موجی مواجه میشه. درست. سوال بعدی همین، آیا ما چگونه میتوانیم اون مؤمنانی که خداوند در قرآن ذکر کرده جز امونا باشیم؟ تشکر برادر عزیز. تشکر از شما عزیزان. به جواب سوالات بپردازیم چون که هر سوال به یک برنامه جداگانه نیاز داره. تشکر. بفرمایید جناب استاد. سوال برادر ما اول پرسیدن که بعضی جوانا ادعای پیروی قرآن و سنت میکنن اما مردم تکفیر میکنن و حتی مولانا جلال الدین بلخی هم تکفیر میکنن. استاد عزیز، هر کسی که در تکفیر دیگرها کوشش میکنه همین دلیل بر بی‌علمیش است. درست. و اول از خود باید پرسان بکنه که یا چی کاره هستن؟ یا عالم هستن؟ دانشمند هستن؟ درست. و مسلمان های دیگری را به عنوان دانشمند قبول کرده؟ چی خدمات عرضه کرد؟ بنابراین اگر علم و دانش دارن، علم برش چی میگوید؟ علم برش میگوید که اگر من حیث علم بحث میکنیم، ما بحث بسیار کلان داریم به نام حقیقت و مجاز که شعر پر از این چیز است. درست. دوم، مولانا پیامبر نبود که اشتباه نکرده باشد، خطا نکرد. یک شاعر بود. یک شاعر و دانشمندی بود. در این دانشی که دارد صدها گپ خوب داره. اگر دو دانش خطا کرد آسمان پایین میشه. سه، هر کس از خود سوال بکنه که تو که بمیری چند روز زنده می باشی بعد از مرگت که مردم تو را بشناسد و جایگاه گرامی بده. از 800 سال دیر شد. مردم در بحثش، در شعرش، در پیامش بسیار گپ دارد. روی اساس ما مکلفیت به این نداریم که خود را مورد تهدید حضرت رسول علیه السلام قرار بدیم. میگه آمد مهدی من میآید، دیگران را تکفیر میکن، دیگران لعنت میکن. ما به این نیامدیم، بلکه بری آمدیم که اقوال را جمع بکنیم و جایی که صحیح است بگیم صحیح، جایی که خطا است بگیم که چه خطا کرد و خطایش الله برش ببخشه. در قضیه مولانا یعنی بعضی انسان ها افراد و تفریط هست، یعنی بعضی او را به حد خدایی میرسانن و بعضی هم میگن که اصلا یک کلمه شعرش هم اگر ذکر کردی، خب ما میبینیم که در درس ها مثلا مردم به شعرای دوران جاهلیت گاهی اوقات ابیات شعر اینا رو بیان میکنن. ما نباید توی باشیم. یعنی علم از ما ایره نمیخواد. علم از ما میره میخواد که میگه بر یک مرادر مسلمان تعذار بده. یعنی یک کتاب است، مسئول است؟ نه. مورد توطئه دشمن قرار نمیگیره؟ قرار میگیره. چی فکر میکنی که چقدر شعرهای جعلی را در بینش دیر کرده باشه؟ حافظ کتاب تنها الله هست که قرآن است. دیگه کتابا که با اون سیستم بسیار بلند علمی فرهنگی بیاد او را دشمن اینا میکنه. بعد 20 تا چیز دو چخ میکنه. همین رقم مفتخوره دوجا نیست. یعنی برای یک مسلمان عذار بگذارین، به عوضی که تکفیرش کنی، به عوضی که دوزخیش بکنی، این یک موضوع خوب نیست و علم منافی چنین تعبیر است. جوانایی که عجله میکنن در تکفیر عموم مردم، نکته در اینجاست استاد، خودشان این دلیل بر جهلشان است. دلیل بر جهلشان است. یعنی یک تاریخ امت اسلامی را یک بار که انسان بخونه بعد از صحبت میفهمه. در همین امت ما گروه های عجیب غریب داریم. ولی کسی تکفیر نمیکنه. شما ببینید که همین امام زمخشری رحمت الله علیه ای از جمله رهبرای معتزلی است. از اهل سنت نیست. در داخل کعبه زندگی میکنه بیش از 30 سال. به نام جار الله زمخشری برش میگرد. مناظره میکنه، کتاب نوشته میکنه. کسی رو از دستش نکرد، بیرونش ننداخت. کتابش تفسیر کشاف که یکی از کتاب های بسیار بلندی در باب معانی و بدی و لغت است. جورش کرد. کتابش کرد همون جایی که دفاع از اعتزال میکنه همون را کس تحریف نکرد، برش رو خشک نکرد.
بنابراین ما ملتی هستیم که چشمای ما باز است، گوشای ما شنوا هست، قول هر کس را به کتاب و سنت پیش میکنیم. خوب آمد خوب، نیامد برش اعتذار علمی هم پیش میکنیم، نقد علمیش هم میکنیم، نقد ادبیش هم میکنیم، ولی هیچ وقت کسی را کافر نمینیم. کار ما نیست. چگونه کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید و اشعارش سراسر از قرآن و حدیث پر بوده باشه، او را تو میگه کافر است؟ چه جرأتی هست که من میکنم؟ از این خاطر ما نباید این کار بکنیم، اعضا را برش بتراشیم. یک قولم که تو بحث تزکیه گفتی، انشاءالله یک بحث خود داشتن در رابطه با تزکیه. بله انشاءالله در مورد تزکیه یک برنامه خاص و ویژه خواهد داشت. یعنی خدا نعمت‌ها بسیار نعمت‌ها را به ما داده. چگونه میتونیم که یک بنده شاکر بوده باشیم؟ مثل اصل که ما بر شما عرض کردم که تفکر باید بکنیم در کائنات، تفکر کنیم در زندگی خود ما، تفکر کنیم در تاریخ. ان شاء الله العزیز این مقدمه میشه برای اینکه ما علم پیدا کنیم. شکرگزار باشیم. وقتی که علم پیدا کردیم، باز دریچه شکر و دریچه خیر برای ما خلاص میشود و ان شاء الله انما یخشی الله من عباده العلماء میرسیم. و سومی که قد افلح المؤمنون، مسلمان ها رستگار هستند. در شک نمی کنی که مسلمان ها رستگار هستند. شما یک بار فکر بکنن که با کل حالاتی که سر امت از نظر سیاسی و اقتصادی آمد، ولی از نظر فردی و از نظر اجتماعی خانوادگی مسلمان در اوج عزت است. نمیشه که با کس دیگر مقایسش کنی. فامیلی که تو داری در دنیا کسی نداره. محبتی که تو داری برای اولادت و اولادت با تو در دنیا کسی نداره. خداوند متعال برای تو بهترین زمین را داده، بهترین او را داده، بهترین منابع را داده. خدا خیر برداده، ولی که تو خوب استفاده نمیکنی، باز الله ملامت است. خودت سپاسگزاری نمیکنی، خودت تلاش نمیکنی، زحمت نمیکشی. شما باور بکنین همین مفتخوری که در امت اسلامی در دنیا نیست. در یک خانه 10 نفر هستن، یکیش کار میگن، دیگه قراره که درد خو کردن. شما پرسان بکنین که در همین بیکاری که این مردم ما دارن چقدر مطالعه میکنن؟ اصلا مطالعه نیست. تمام روز این فیسبوک هست، این تلفن هست که در راه و در کوچه و در همین چیز هست. اما تو نیست. شما کتاب کسی میبینه؟ خب وقتی که علم نباشه، فهم نباشه، باز دعای چی رو میکنین و چی خیر رو میخواین مردم برسانه؟ خود می آیه بیان میکنه قد افلح المؤمنون. اول مؤمن شوین، نگفت قد افلح المسلمون. قد افلح المؤمن. شما اول مؤمن شوین، فلاح و رستگاری از طرف الله متعال میه. بله. از امام شعراوی هم سوال شده بود. تعبیر شما را میگم ما مؤمن نیستیم. مؤمن شویم مشکل ما حل میشود. و چگونه میتونه که مؤمن واقعی شویم؟ قرآن امی آیت را تا آخر بخونین، دلیل بر میده. قد افلح المؤمنون من الذين هم في صلاتهم خاشعون. چگونه خشوع نماز میخونی؟ حضور سیدی، حضور که گرفتی اما تعویه و وضو نگی، کما که با ادب وضو نگی. حضور که خلاص کردی بگو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. باور باید داشته باش که دروازه های جنت برایت باز شد. باز قدمایت که برمیداری به طرف نماز، بگو گناه من میریزد. دروازه را با ادب خلاص که از مسجد، پای راست داخل کو، بگو اللهم افتح لی ابواب رحمتک اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. با 2 رکعت نماز تحیه بخوان. بعد میبینیم که این نماز تو را خود به خود همه چیز جور میکنه. یک بنده شکرگزار الهی میشه ان شاء الله العزیز. ما هرگاه از وضو شروع بکنیم و نماز رو خوب بخوانیم، این خود به خود ما را به قرآن خواندن فرا میخونه، ما را به اعمال صالحه فرا میخونه، ما را با انسانای نیکو معرفی میکنه، در مجالس نیک ما را قرار میدهد. همه چیز ما ان شاء الله العزیز جور میشود. و یگانه راه هم امیسته که در آیت دقیق و زیبا و بهتر فکر بکنیم. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از جناب مولانا عبدالسلام عابد و تشکر از شما بینندگان عزیز گرامی و دوستان عزیزی که در گروپ هاوس با ما همراه بودن. انشاءالله تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.
خیلی با شما.